Audio Jungle. Audio Jungle. به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و فراگیران بزرگوار. در خدمت شما هستیم با 37مین جلسه از دوره آموزشی طراحی با نرم افزار زیمنس انیکس. دوستان تو این قسمت می‌خوایم که بپردازیم به معرفی دستورات جدید داخل نرم افزار انیکس توی قسمت مدلینگ. ما اولین دستوری که توی این قسمت مورد بررسی قرار میدیم دستور درفت هست دوستان. دستور درفت یکی از دستورات خیلی مهم و کاربردی داخل نرم افزار. معنی درفت در واقع اینجا معنی های زیادی داره توی فرهنگ لغت، ولی توی این قسمت معنی کشش رو داره. خب کشیدن یعنی یک سطحی رو شما کش میاری، نه اینکه حالا کشیدن معنی ترسیم کردن نیست، مثل کشیدن کشیدگیه. خب شما یک سطحی رو کش میارید و دقیقا همین کار رو انجام میدید. خب یکی از دستوراتیه که برای شیبدهی و زاویه‌دهی به سطوح مورد استفاده قرار میگیره. این دستور دوستان خیلی حائز اهمیته. چرا؟ چون که تمامی کسایی که کار طراحی قالب‌های تزریق پلاستیک، ریخته‌گری، دایکست و قالب‌های لاستیک، قالب‌های شیشه اینا رو انجام میدن، از این دستور استفاده میکنن برای خروج ساده و راحت قطعه از سطح قالب. میان از این استفاده میکنن توی قالب‌های ریخته‌گری برای اینکه ماسه کنی نده، ماسه ریزی نده، از این دستور استفاده میکنن روی طراحی قطعات. بعد میرن صفحه مدل میکنن، حالا بعد میان روی دستگاه اون رو تست میکنن. ولی خب در هر صورت برای توی قالب ها برای راحت جدا شدن قطعه از سطح قالب میان از این دستور استفاده میکنن. مثلا برای اینکه فرآیند پرون روی قالب‌های تزریق پلاستیک خیلی راحت صورت بگیره، این دستور رو استفاده میکنن، روی دیوارها شیب ایجاد میکنن. حالا دستور عملای خاص خودش رو داره، به این صورت نیست که هر چی که دلمون خواست روی سطوح بزنیم. بر اساس ارتفاع، خب میزان ارتفاع میایم و اون زاویه و شیبدهی خودمون رو انجام میدیم که ببینیم به چه صورت. بعضی از دستگاه و ماشین هایی که حالا فرآیند قالب‌گیری رو انجام میدن خودشون دستورالعمل دارن، مثل دستورالعمل دستگاه دیزاین ریخته‌گری که حالا توی ایران یکی از مطرح ترین دستگاه است که توی خیلی از کارخونه‌ها مورد استفاده قرار میگیره، مثل کارخونه پرلیتاس یا توی ساوه شهرسنتی کاوه، مثل کارخونه مالیبل، مثل کارخونه ریخته‌گری شوفاشکار. اینا استفاده میکنن. دستگاهشون دیزاست و حتی بعضی از شعبه‌های ریخته‌گری ایران خودرو و سایپا خودرو هم داره، تراکتور سازی هم داره و اینا خودشون دستورالعمل دارن. یعنی خود دیزا اومده تعریف کرده، گفته برای ماشین من، خب برای ماشین این قالب‌گیری من که من درست کردم، برای این ارتفاعات و این ضخامت‌ها شما باید این درفت رو مورد استفاده قرار بدی، این زاویه رو مورد استفاده قرار بدی که ماسه کنی نده، ماسه ریزی نده. خب ببینید، حالا به شرط اینکه دستگاه خیلی کالیبره باشه به اون صورت. اگه کالیبره نباشه حالا بعضیا مجبورن که بیان درفت رو بیشتر کنن که اون اتفاق نیفته. دوستان اگه بخوایم آیکون درفت رو حالا بهتون آموزش بدیم، این دستور رو نیاز به یک جسم داریم. جسمی که حالا مثلا یه مستطیل رو اسقاطی میکنم روی اسکچ، من یه مستطیل ترسیم میکنم، یه رکتانگل این قسمت باشه به این صورت. طولش رو مثلا من میدم به اندازه 100 میلیمتر، عرضش رو هم مثلا میدم به اندازه 70. خب این رو اکسترود میکنم. ما توی قسمت اکسترود هم درفت رو داشتیم دوستان. خب این عین همون عمل میکنه. این دستور درفتی که میخوام بهتون بگم عین همین عمل میکنه، ولی خب یه حالت پیشرفته تره. خب حالت پیشرفته تره و میخوایم که حالا آپشنال تر، هم آپشنال تره و هم پیشرفته تر میخوایم ازش استفاده کنیم. خب این رو
و همین مقدار 40 کافیه. بیایم درفت بدیم. اینجا من درفت رو انتخاب میکنم، میام توی این قسمت و این موضوعات اینجا رو به شما بگم. ببینید توی این قسمت بالا، زبونه سمت بالا، چند تا حالت مختلف داریم. 4 تاست. فیس از طریق صفحه، اج از طریق تنجنت تو فیس و از طریق پارتینگ اج. دوستان اینا رو ما میتونیم که استفاده کنیم. حالت فیس اولین حالتیه که حالا ساده ترین حالته. من میخوام به شما بگم توی این قسمت گفته که دراو دایرکشن خودتون رو انتخاب کنید، یعنی جایی که شما میخواین که حالا اون جهت درفت خودتون رو در واقع میخواین تعیین کنید. اینجا این از طریق این وکتور انجام میشه. حالا یا وکتور مثلا توی جهت Y یا توی جهت X اینجا یا توی جهت Z. خب چپ و راستش هم حالا این دیگه مهم نیست زیاد، شما میتونید جهتش رو عوض کنید. فقط این که توی جهت یا بالا پایین باشه یا این که یا این سه تا محور دیگه، جهت X، جهت Y و جهت Z. خب من اگه بیام اینجا این قسمت رو انتخاب کنم، میبینید اینجا ببینید وکتور خودم رو توی جهت بالا انتخاب کردم. چرا؟ چون میخوام این دیوارهای 4 طرف رو به این صورت، به این شکل بیام درفت بدم، یعنی به این شکل باز شه. خب درفت متدم رو حالا 3 تا حالت داره اینجا توی این قسمت که به صورت پارتینگ فیس، به صورت استیشنری فیس که منظورش همون یه صفحه ثابت هست که صفحه ثابت من میشه این قسمت. روی اینجا روی این زبونه حواستون باشه که روی حالت سینگل قرار بگیره دوستان، چون شما میخوای یه دونه صفحه رو انتخاب کنید دیگه. روی مثلا حالت حالا تنجنت فیس هم شما میتونید اینو انتخاب کنید. ببینید این قسمت ها رو میاد همه رو انتخاب میکنه. توی اینجا به مشکل بر نمیخوره اینجا، خب چون ما تنجنت فیسی رو نداریم. توی حالت مثلا بادی فیس چرا اینجا مثلا به مشکل برمیخوره. شما یه دونه انتخاب کنی، ببینید بقیه رو حالا برای انتخاب کردن به مشکل برمیخوری. پس این قسمت روی سینگل فیس باشه حتما که بهترین حالته. شما خیلی راحت میتونید انتخاب کنید فیس خودتون رو. یه بار دیگه من جهت وکتورم رو انتخاب میکنم، اینجا توی این قسمت فیسم رو انتخاب میکنم، روی حالت سینگل فیس هست و اینجا سلکت فیس. من این فیس رو انتخاب میکنم. دوستان دقت کنید میاد یک زاویه‌ای رو اینجا که حالا قید کرده 45 درجه میاد برای ما اعمال میکنه. این زاویه 45 درجه هم از طریق این فیل شناور، هم از طریق این فیل اینجا و هم از طریق این قسمت، این محور میتونه که کم و زیاد بشه. حالت دیگه ای که هستش این حالت در واقع ببینید، حالا من فعلا این رو بهتون بگم، الان گزینه دوم رو هم من خدمتون توضیح میدم که به چه صورت. حالت اول ببینید اینجا توی این قسمت لیست هم داره. خب شما میتونید که توی لیستتون اینجا انتخاب کنید که مثلا من میگم این 20 تا باشه، اد میزنم، بعد میام توی قسمت فیسم این رو انتخاب میکنم، میگم که مثلا بیاد توی اینجا این 60 باشه، دوباره اد رو هم میزنم، میگم که مثلا بیاد اینجا این رو انتخاب کنه، این مثلا باشه به اندازه 35 تا. اگه بیام سمت بالا نگاه کنم میبینم که توی 3 تا زاویه مختلف توی این قسمت من با دیواره متفاوت اومدم اینا رو انتخاب کردم. اگه خواستین یه وقت حالا دیواره خودتون رو عوض کنید، مثلا چند تا دیواره رو شما انتخاب کردین، یا اینکه بیاین توی این قسمت اینجا زبده رو بزنید که این براتون پاک شه، یا اینکه اگه خواستید باقی بمونه. ببین دوستان یه دونه حالا توضیح من بهتون بگم. شما وقتی که یک سطحی رو کلا انتخاب میکنید، مثلا شما فرض کنید من روی این سطح یه
فیلت انتخاب کردم روی این سطح هم باز به همین صورت. خب بعد حالا مثلا دستم خورده این رو انتخاب کردم. من 3 تا راه دارم. یا اینکه بیام ریست رو بزنم که کلا اینا رو برمی‌داره، اینم کلا ریست میشه تنظیمات که زیاد حالا جالب نیست. یا اینکه بیام اینجا رو انتخاب کنم روی این فضای خالی سفید، من کلیک کنم که همه انتخاب ها رو برداره. دقت کن اینجا رو انتخاب کردم، میام اینجا این فضای خالی من کلیک میکنم، میبینید که تمام انتخاب ها رو برمیداره. یا اینکه میام اینجا و اینجا رو انتخاب میکنم. ببینید الان میخوام این قسمت رو پاک کنم، درسته؟ یا اینکه میام شیفت، که بالا روی یکی از کلیدهای کیبوردتون شیفت رو شما نگه میدارید و میرید روی این لبه، روی این خط قرمز رنگ، این انتخاب میکنید. ببینید اینجا دیگه میره، این رو انتخاب کنید میره، دوباره اگه انتخاب کنید برمیگرده دیگه. حالا نمیخواد دستتون روی شیفت حتما قرار بگیره. ببینید الان دیگه من نمیخواد من شیفت رو نگه دارم. شیفت رو شما زمانی نگه میدارید که فقط بخواید یه فیس رو از حالت سلکت خارج کنید. روی این فضای خالیه فقط کلیک کردن یه ایرادی که داره اینه که مثلا من بخوام 20 تا لبه رو توی قسمتی انتخاب کنم، درسته؟ 20 تا لبه متفاوت. اگه اشتباه دستم بخوره یه جایی رو، اگه روی این قسمت کلیک کنم، کل اون قسمتایی که انتخاب کردم همشون در واقع به صورت دیسلکت در میاد و از حالت انتخاب خارج میشه. پس بهترین راه اینه که شما اینا رو انتخاب کنید، لبه‌های خودتون رو، لبه‌های قطعه کارتون رو، و بیایید که با استفاده از دستور شیفت، مثلا من اینا رو انتخاب کردم، میام شیفت رو نگه می‌دارم، اسخای می‌کنم، این قسمت رو من برمی‌دارم و اپلای رو میزنم که به این صورت این در بیاد. خب بریم توی درفت. پس چی شد؟ ما میایم جهت وکتور خودمون رو انتخاب می‌کنیم. اگه بیام این جهت رو انتخاب کنم و بعد بیام مثلا میگم این فیس رو انتخاب کنم، بعد بیام این فیس رو انتخاب کنم تو این قسمت، حالا اینجا اینو من نمیخوام، مثلا اینو انتخاب کنم. خب ببینیم که من فکر کنم که اینو من برعکس انتخاب کردم. اینجا میام اینجا این فیس رو انتخاب میکنم، اینجا این فیس رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا توی این جهت چون من وکتور جهت Z رو انتخاب کردم، یا توی جهت Z عمل میکنه. محورم رو توی جهت Y انتخاب میکنم چون میخوام این دیواره ها رو بیام درفت بدم. اینجا دیگه توی این حالت خدمت شما عرض شود که باید بیام فیس ها رو مجدد این قسمت عوض کنم. اینجا دیگه این فیس رو انتخاب میکنم چون جهت اینجاست، جهت رو به سمت پایینه، و بعد میام این فیس ها رو انتخاب میکنم که حالا میشه شیب منفی و شیب مثبت هم بهش اعمال کرد. ادلیست رو من خدمتون گفتم. توی قسمت سیتینگز اینجا 2 تا حالت رو داریم که این حالت رو من بهتون میگم. روی حالت پیش‌فرض که همینه، این الان حالت پیش‌فرضی که ما انتخاب کردیم، روی همین حالت آیسوکلاین درفت که ایزوکلاین نیست دوستان، این آیسوکلاین درفته، روی این حالت قرار گرفت، یعنی همشیب خب و مساوی. حالا به صورت یعنی در واقع من به چه صورت بهتون بگم؟ ببینید اینجا رو اگه شما دقت کنید تو این تصویر به صورت یک نواخت، خب اومده همه رو به صورت یک جا درفت داده. این حالت واسه یه مورد خیلی خاص مورد استفاده قرار روی این قسمت نمیشه گفت. و بیاییم که ببینیم تو این قسمت چی داریم. یکی حالت پارتینگ فیس دوستان. پارتینگ فیس اینجا من درفت رو ببندم، درفت رو دوباره انتخاب میکنم، روی حالت پارتینگ فیس قرار میدم. اینجا من میتونم که روی این فیس اینو انتخاب کنم، سلکت فیس، این فیس رو انتخاب کنم، اینا رو به عنوان صفحه کاری خودم انتخاب کنم. یه حالتی داره که اینجا
این جهت وکتور رو این پایین انتخاب کرده. روی حالت پارتینگ فیس من قرار میدم. ببین روی پارتینگ فیس هم همون حالته، ولی خب اینجا یه تیک بهش اضافه میشه تو این قسمت، درفت بوث ساید. درفت بوث ساید دوستان اینجا فرقش با اون قبلیه، اینجا یه برای صفحه ثابت هست. خب این حالت اول گفتم خدمتتون که در واقع وقتی روی حالت استیشنری فیس قرار میگیره به این صورته که فیس ثابته، ولی این حالت پارتینگ فیس میتونه یه دیتون پلین هم اینجا قرار بگیره. من این صفحه رو انتخاب میکنم، خود من میبرم سمت پایین تر این رو و اوکی رو میزنم. درفت رو انتخاب میکنم. اینجا من این وکتور رو انتخاب میکنم. تو این قسمت مثلا شما فرض کنید اگه این فیس رو هم انتخاب کنم، بیام این درفت رو انتخاب کنم، به این صورت میاد برای من درفت رو ایجاد میکنه. ولی روی پارتینگ فیس ببینید اینجا جهت وکتور رو این قسمت انتخاب میکنم، اینجا میام این رو انتخاب میکنم. روی جایی که من فیس رو انتخاب کردم اونجا رو میاد برای من درفت میزنه. تفاوتشون تو این قسمت اینه. اگه درفت بوث ساید رو اگه انتخاب کنم به این صورت از دو طرف میاد درفت رو اعمال میکنه به این شکل. میبینید از دو طرف میاد اعمال میکنه. حالا میتونه که سیمتریک هم باشه، الان حالت سیمتریک انگله، میتونه که به صورت ایسیمتریک هم باشه. مثلا اینجا شیبش به این شکل باشه این قسمت، اینجا شیبش مثلا به این صورت باشه یا به این صورت باشه. میبینید که هم از طریق این محورها قابل تغییره تو این ناحیه، هم از طریق این فیل شناور اینجا و هم از طریق فیل شناور خود بالاییه و از طریق این دوتا فیلی که اینجا قرار گرفته. این دوتا متد هم که اینجا هست باز دوباره وجود داره. میریم توی حالت سوم. خب حالت سوم هم شبیه همون قبلی هست، منتها خب اینجا ترکیبیه. میتونید شما یه فیس رو اینجا انتخاب کنید بیاد حالا برای این با این وضعیت در نظر بگیره. خب با این چیزی که اینجا هستش میبینید به این شکل میتونید این قسمت رو بیاد جدا به این صورت درفت بده. از این قسمت پارتینگه اومده این رو جدا کرده. فقط همینه، چیز خاصی نداره. شما میتونید که یک محدوده‌ای براش در نظر بگیرید که به عمق حالا یه عمق محدودی فقط اونجا رو بیاد برای شما درفت بزنه. خب حالا اگه بخوایم بقیه رو خدمتتون بگیم، حالت اج دوستان، حالت اج یکی از حالتهای کاربردی اینم که بر اساس لبه شما میایید این رو انتخاب میکنید. اگر روی حالت اج باشه تو این قسمت دراپ دایرکشن شما مجدد همون وکتور خودتون رو انتخاب میکنید. فیس بالا مثلا باشه اینجا تو این قسمت سلکت اج لبه رو اینجا انتخاب میکنم. میبینید که وقتی لبه رو انتخاب میکنم میتونم که بیام درفت اینجا رو تغییر بدم. خب اینجا تو این قسمت لیست داریم، میتونیم بیایم دوباره لیست تعریف کنیم. تو این قسمت هست دوستان یکی از حالا بخشایی که روی حالت اج قرار گرفته، بخش variable draft point دوستان. خب اینجا شما زمانی که حالا روی specify point انتخاب کنید میتونید که نقاطی رو در نظر بگیرید علاوه بر این قسمتی این که اینجاست. شما مثلا اینو 25 درجه در نظر گرفتید، درسته؟ یه نقطه تو این قسمت شما میذارید، میبینید اون بر اساس محور این قسمت میاد تغییر میده برای شما.
یه نقطه دیگه تو این قسمت من قرار میدم. ببینید دوستان به این شکل میاد درفت رو انجام میده. میبینید به این شکل. بیام یه نقطه دیگه تو این قسمت قرار بدم. اینجا میبینید به این شکل اینو درفت میده. پیچیدگی سطوح رو در واقع بیشتر میکنه. این حالت بر اساس پرسنتیج هست، درصدی که حالا اومده آرک لنز رو قید کرده. بر اساس میلیمتر هم هست که اینجا مثلا بگیم که چند میلیمتر این حرکت کنه. هم میلیمتر داره هم بر اساس پرسنتیج داره. البته این جا که توی زاویه قرار میگیره. منتها دیگه شما وقتی بخواید این رو تغییر بدید مثلا روی 35 درسته، روی 50 اگه من قرار بدم این جابجایی روی این قسمت صورت میگیره. اینجا روی درصده، مثلا شما روی چند درصد این قسمتون قرار بگیره، چون صده روی مرکز قرار گرفته دیگه. من خیلی راحت این قسمت رو تغییر بدم، این قسمت رو بیام تغییر بدم، این قسمت رو بیام تغییر بدم. میبینید به صورت سطوح پیچیده کار میکنه.